سلام به همگی. به چنل خودتون خوش اومدید. من قصد دارم تو این ویدیو HTML رو به نحو احسن بهتون یاد بدم توی کوتاه‌ترین زمان و خیلی ساده است. فقط ما از طریق یه داکیومنت ساده میتونیم به این هدف خودمون برسیم. اسم این سایت WTV اسکوله. ما تو این سایت میتونیم زبون‌های مختلفی یاد بگیریم. زبون نشانی گذاری شده HTML برای شروع. این زبون برای فرانت خیلی ساده میاد توضیح میده که هر بخشش چه کاری انجام میده. خب HTML از چند بخش تشکیل شده. یکی خود تگ HTML، توش یه سری کد میذاریم، معلوم میکنه که آقا مثلا از این خطایی که بینشه، این جملاتی که بینشه از زبان HTML. این هم که به معنای HTML5. خب HTML این تگ HTML که تمام میشه یه تگ هد داریم ما. این هد توش لینک هامونو میذاریم. حالا لینک ها رو جلوتر بهتون میگم که چی هستن. تایتل این بخش دقیقا این بالا نمایش داده میشه. تایتل موضوع اون صفحه ماه. بعد بادیه که کدی که نمایش داده میشه به ما توی بادیه. H1 این تگ به معنای یه سایز و یه جورایی میشه گفت اصلی ترین موضوع هر صفحه ای میشه که ما طراحی میکنیم. الان دقت کنید اینجا یه H1. خب حالا جلوتر توضیح میدم، فقط میخوام زمینه سازی بشه. پی هم به معنای یه تگ پاراگرافه که ما توش یه جورایی پیام مثلا مینفسیم. پیام که نمیشه گفت، ما میام اونجا مثلا تایپ میکنیم، یه بند مینفسیم. خب حالا اجراشو ببینیم. بله، این هم اجراش میشه. خب حالا اینجا داره به ما توضیح میده که تگ‌ها چجوریه. تگو که ما بخوایم استفاده کنیم، تگ یه قرار نوشته شه از شروعش و پایانش. پایانش با یه اسلش معلوم میشه. بله، تگ H1 رو گفته. H1 همطور گفتم یه سری سایز آماده است که ما میدیم به یه سری از موضوعات مهم رو ما با استفاده از H1 می نفسیم و تو سئو سایت خیلی تاثیر داره. بعد حالا بی آرم که بی آر زمانی که بنفسید یه خط میاد پایین، یه فاصله میندازه. حالا ما برای اینکه بتونیم HTML کار کنیم نیاز به یه ادیتور داریم که توش کار کنیم. این ادیتور چیه؟ ادیتور که بهتون بگم مثلا به درد بخوره، نوتپد که قطعا نیست، چون واقعا خیلی آدم اذیت میکنه و اصلا کارآمد نیست. فقط یه محیطیه که ما توش بتونیم مثلا کار کنیم، زیاد چیز خاصی نداره. حالا جلوترم بهتون میگم که ما باید از چه جور ادیتوری استفاده کنیم که بتونیم کار کنیم این بحث HTML رو. حالا دوباره توضیح داده آقا این داستانش چیه. به معنای اینه که مثلا دقیقا اینه منظورش، تایپش چیه، چه مدل کدیه که HTML. دوباره بعد بخش هدینگز رو میگه که دوباره یه سری سایز H1 بزرگتره، H2 کوچکتر میشه، H3 کوچکتر میشه و تا H6 این ادامه داره. خب دقت کنید، هی از بزرگ به کوچیک. و نکتهش دوباره بهتون میگم،
ما توی یک صفحه‌ای که سایت درست میکنیم، یه فرانت کار کرده باشیم معلومه اصلا چیز خاصی نداره. یک بار شما از H1 استفاده کنید، حتما فقط یک بار، به غیر از این باشه سایت به مشکل میخوره. بعد یه مهم این داستان لینک A. بعد این چجوری کار میکنه؟ عرضم به خدمتون که ما برای اینکه بتونیم یه دکمه طراحی کنیم، یا مثلا بگیم آقا رو فلان لینک کلیک کن، میری به کجا؟ میری مثلا به وبسایت دیجیکالا. این دقیقا همینه. تگ A ما مینویسیم، اینجا مخزنمون میشه حرف، و اینجا ما توی این قسمت قرارش میدیم آدرس سایتمونو، و اینجا هم دیگه معلومه دیگه، می نویسیم که آقا نام دکممون چی باشه. اینجا هم تگ A رو میبندیم. زیاد چیز سختی نیست، فقط باید یه ذره حفظ کنید، یه چند بار اینا رو تست کنید، کاری براتون نداره. این فقط یه پیش زمینه خیلی ساده است که در آینده ما قراره یک نمونه کار با هم بسازیم، درست کنیم، به کارمون بیاد. یعنی یه چیز مختصر و ساده است. بعد از اینکه ما این دوره WT اسکول رو تموم کردیم، میایم یه پروژه خیلی ساده و زیبا با همین HTML میاریم بالا. البته که حتما نیازه که ما از CSS هم توش استفاده کنیم، ولی فعلا همینجوری بریم جلو قشنگ‌تر. بعد دیگه اینجا هم داره تگ پی رو میگه که آقا تگ پی برای اینه که ما توش یه چیزی قرار بدیم. میتونیم مثلا تگ پی رو قرار ندیم ولی خب سایت خراب میشه، سایت زیبا نیست. میتونیم اینجوری هم بنویسیم، ولی یک مشکلی که داره فقط این بند میشه، یعنی زیر این تو تگ پی نیست. خب ما اون اسلش رو میذاریم که مثلا شاید اون تکستی که ما میخوایم بنویسیم ادامه دار باشه. خب بریم برای درس بعدی، اتریبیوت. اتریبیوت ما یه مقدار بهش میدیم، مثلا سورس هم که به معنی منبعه. حالا اینجا یه ذره بحث ما جذابتر میشه، با ایمیج آشنا میشیم. تگی که ما میتونیم توش ایمیج، اصلا اسمش معلومه، خب ایمیج ما میتونیم بذاریم. خب حالا مخففش کردن دیگه، ایمیج، حالا ایمیج، حالا دیگه. بعد خیلی ساده میاد میگه که اینم زیاد چیز سختی نیست. این دوتا کدی که اینجا میبینید، این وید برای عرض ماست، این یکی هم برای طول ماست. خب هایند برای طول ما. خب حالا نگاه کنید، مثلا من اینو یه صفحه این اضافه کنم، ران کنیم کدمونو، چقدر طولش زیاد شد. حالا ما طول کم میکنیم، 500 میکنیم. حالا ببینید به همین راحتی با دو خط، یه خط، البته دو خط هم نه، نصف خط، ما تونستیم همچین چیزی درست کنیم. البته این یه سری کد آماده است که WT اسکول میاره برای ما که بتونیم راحت تر کار کنیم، آشنا بشیم. واقعا سایت فوق‌العاده‌ای برای آموزش و بی‌نظیره. حالا آلت چی کار میکنه؟ آقا ایمیج وقتی من سورس رو میزنم، خب الان یه آلت داره. خب این زمانی که کاربر نتش قطع میشه، اینترنت نداره، آقا میاد این گزینه، دقیقا این تکستی که اینجا نوشته شده جای این عکس میاد که به کاربر کمک کنه زمانی که آقا اصلا
طرف اینترنت نداره، آقا نتش قطع شده، صفحه براش بالا نمیره به هر دلیلی. خب میتونه از ببینه که اون عکس درباره چی بوده. و عرضم به خدمتتون که تو بازم این موضوع تو سئو به شدت تاثیر داره و حتما داخل اینا رو پر کنید، داخل خالیش نذارید. بعد بریم برای اینجا هم که حالا اینجا داره یه سری استایل میده، CSS میده که قشنگ کنه کارو. ما برای اینکه کد CSS بزنیم توی HTML، خب یه بخش توی هد میتونستیم بنویسیم که استایل، دو تا تگ باز میکردیم مینوشتیم استایل. نگاه کنید هد و اینجا هم هد هست نمیشه تگش. حالا اینجا استایل رو باز میکنیم، استایل و دوباره استایل. بله حالا ما درون این خب میتونستیم دوباره چیکار کنیم؟ کد CSS بزنیم. خیلی ساده، مثلا من میگم آقا چی؟ برای اینکه بخوام CSS، البته یه ذره زوده ولی خب اقلا آشنا میشیم با این داستان. میگم آقا H2 چیزه شد چرا H2 یا آکالات باز میکنیم H2 چی؟ کالرش باشه. کالر به معنای اون رنگ اون فونته، یعنی مثلا اگه مشکی بود بکنه سفید، سفید بود بکنش آبی، حالا فرقی برای ما نداره. اونم میخوایم رد کنیم، الان اجتماعون هم میخوایم رد کنیم. کالر رد بس نمیشه و میبینیم که H2 ما که اینجا کدش نوشته شده بود چی شد؟ قرمز شد. زیاد چیز خاصی نداره. استایل هم که فهمیدیم که توش ما میتونیم یه سری کد چی بزنیم؟ CSS. و یه موضوع دیگه هم که مهمه توی این داستان اینه که اولویت بندی کد CSS ما، یعنی کد CSS اول اولویتش با اینه، این تو این تگ نوشته شده، دوم این میشه و دوم یه فایلی که ما اینو لینک میکنیم. حالا بریم ادامه موضوع. واقعی قرار بود زود تموم شه خیلی طولانی شد. هدینگو که رفتیم هم میریم، هدینگ هم که متوجه شدیم چیه، سایز و ایناست، چیز خاصی نداره. پاراگرافه که اون داستان پیه، این هم که یاد گرفتیم. استایل هم که گفتیم چیه. استایل هم که داره میگه که آقا اون تگ ما استایل مینویسیم، کد مورد نظرمون رو میزنیم، ولیو معنی مقدار اون چیزی که هست. استایل هم که الان تگی که هست خیلی ساده گفته بک‌گراند کالر، بک‌گراند کالرش باشه یه رنگ آبی ملایم. خب حالا ببینیم این اومد بالا. بله بک‌گراند رو دقت کنید یه آبی ملایم، زیاد چیز خاصی نداره. حالا ما اینو مثلا رد بدیم. رد فعلا برای این ویدیو خیلی استفاده میشه و همین راحتی رد میشه. بعد دیگه دابل کوتیشن، فقط اینو بعد بین دابل کوتیشن بذاریم. عرضم به خدمتتون که میریم توی فرمتینگ. بعد فرمتینگ اون یه جورایی ما یه سری فرمت میدیم مثلا به فونتمون زیبا بشه، قشنگ بشه. خب اون داستان اینه. آقا بی به معنای بولد کردن یه تکسته. خب بعد استرانگ هم که فکر کنم میرفت بالا یا پایین، یادم نیست، ولی فکر کنم اینم بولد میکرد. آره آیم که کج میکنه. حالا بریم کدا رو دونه دونه بررسی کنیم.
آقا لطفا فقط به نگاه کردن ویدیو من نیست، بعد خودتون اینا رو انجام بدید دونه دونه. اینا آقا برید جلو HTML رو یاد میگیرید، زیاد چیز سختی نیست. الان سخت‌ترین چیز برای ما جاوا اسکریپته، یعنی تنها داستان سختی ما اونه. خب بریم که داشته باشیم. بله، تگ آیو که شما بدید کج میشه مد. تگ همه رو باز کنم، دونه دونه رو باز کنیم. خب تگ استرینگ هم که بدیم دوباره بولد میشه، ولی یه ویژگی خاصی داشت یادم رفته خدایا. آها، برای اینه که کاربر رو یه جورایی بگی که موضوع اصلی اون بند چیه. خب توجه کردنه. خب این داستان تو سئو تاثیر داره. دوباره این هم دوباره بولد میکنه. بعد چقدر زیاد شد. عرضم به خدمتتون که بریم این یکی تگ رو ببینیم. اسمال کپسوله، نه مارک میکنه. خب خب بریم از اینجا شروع کنیم. تگ اسمال چیکار میکنه؟ نوشته ما رو کوچیک‌تر میکنه. اسمال رو ما اینجا مینویسیم و متنمون توش میذاریم. و پی دوباره دقت کنید پی اینجاست به معنای پاراگراف، یک بند، یک خط. این مهمه آقا، بیرون خط ننویسید. نگاه کن الان من بیرون خطم بنویسم این ران میکنه، ولی این خیلی اصلا جالب نیست و یه جورایی تو سئو تاثیر میذاره. نوشته شما از اون الگویی که گوگل استفاده میکنه یا یه سری بروزرز استفاده میکنن برای اینکه سایت شما اول بشه مشکل ایجاد میکنه. همه اینا هست و حتما توی پی آقا نوشته‌تون رو وارد کنید. آقا این چیز سختی نیست. چقدر زیاد حرف میزنم. مارک هم که معلومه آقا شما هایلایت دارید دیگه، یه چیزی هایلایت میکنید، رنگی میکنید، مهمه. هایلایت هم یه جورایی داره کار هایلایت رو انجام میده مارک. بعد میریم دیگه. دیلیت یه جورایی به معنی دیلیت دیل چیکار میکنه این تگ؟ مثلا شما وارد سایت میشید، یه خط کشیده آقا این محتوایی که شما مثلا درست کردید فلان قد مثلا تخفیف خورده اگه میخوای مثلا این محتوا رو شما ببینید. خب مثلا فلان فیلم تخفیف خورده 55 تومن بوده شده 40 تومن. این اون داستانو داره. بعد دیگه تگ آینس زیرش خط میندازه دیگه. همین وقتی میخواستم مثلا معلم ها توی دیکته ازتون غلط بگیرن اون داستانو داره. بعد سابم که پایین دیگه یه سری ما اینو اکثرا برای ریاضیات و اینا کار میکنن که مثلا x و y و توان و از این داستانی که من اصلا والا خوشم نمیاد. حالا ساب چی کار میکنه؟ ساب میاد بالا، مثلا میگه آقا x به توان 2، از این استفاده میکنه. ساب مثلا ما اینجا میذاریم، مثال میگم 2، این هم میذاریم مثلا یه x، این x کنید ران x به توان 2. همین، زیاد چیز خاصی نداره. حالا خودتون باید برید امتحان کنید. بعد بریم بعدی. در بعدی چی بهمون گفته؟ بله تگ رو بهمون دوباره گفته، آدرس رو گفته. زیاد این موضوع چیز خاصی نداره که بخوایم زیاد روش مانور بدیم، ولی خب همه چیز رو یاد بگیریم قشنگتره. این تگ دوباره بحث اینه که میاد مثلا میگه این موضوع مهمه،
یه جوری میشه گفت که همچین حالتی داره دیگه. مثلا شما یه بندا میخونید یه داستانی تو گیومه میذارن، تو پرانتز میذارن، میگن آه، داستان مثلا مهمیه، یه همچین حالتی رو داره. خب میگن اکبر بچه خوبی هست ولی قبلا بچه بدی بوده. داستانش اینه. حالا دیگه اینجا هم که داره آدرس رو میگه. نه البته آدرس نیست، معذرت میخوام. آقا این داستان این چیه؟ این در این تگ ما میتونیم مثلا براش یه تایتل بنویسیم. خب دقت کرد مثلا روی گزینه وقتی شما نگه میدارید یه تایتلی میاد براش، یه نوشته میاد، اون کارو میکنه. حالا این هم از تگ آدرس استفاده میکنیم که مثلا یه آدرسی بدیم. فعلا به کار ما نمیاد ولی باید یادش بگیریم. خب دوباره از تگ بیار، همونجور که بهتون گفتم یه فاصله میندازه. حالا یه تگ دیگه ما داریم، تگ HR. HR این HR چیکار میکنه؟ یه خط میندازه. خب الان چقدر قشنگتر شد. یه خط میندازه و همین. دوباره اگه دقت کرده باشید ما اینجا کدی ندادیم ولی این HTMLش الان وصله به یه فایل CSS، به خاطر اینه یه سری استایل خاصی داره. همین. بعد دیگه کامنت میذاریم. چجوری ما توی HTML بعد کامنت میگیم و این به اون توضیح میده. زیاد چیز خاصی نداره ولی من میگم همیشه بعد آدم از کامنت استفاده کنه که اگر یک زمانی ما خواستیم پروژه‌مون رو به کسی دیگه بدیم براش قابل مفهوم باشه. خب یه الگوریتم درست آقا استفاده کنید، لازم میشه. بعد داره کالر رو میگه که چجوری بک‌گراند کالر رو اینا رو داره توضیح میده. دوباره همون استایل خودمونه، RGB و هگزادسیمال و این یادم رفته. این هم یه نوع حالت اینه که ما مثلا کد بزنیم و بتونیم رنگمون رو بهمون بده. حالا RGB چیه؟ خیلی ساده است. ما 3 تا رنگ داریم، رد، گرین، بلو، قرمز، سبز، آبی، که ما میتونیم اینا رو تنظیم کنیم و بهمون یه رنگ بده. دقت کنید گرین رو ما بیشتر کنیم زرد میشه، رد رو کلن ببریم سبز میشه، آبی رو زیاد کنیم رنگ آبی میشه. ولی ترکیب دیگه، من حالا رنگش رو زیاد تو رنگ تشخیص رنگ خوب نیستم و UI رو خیلی اذیت میکنه. بعد حالا HTML داره بهمون میگه که توش CSS چجوری به کار میبریم. خیلی ساده میاد توضیح میده که آقا این استایله. استایل توی تگمون میشد بهتون گفتم. دوباره اینم دوباره داخلیه. خب اینم لینکش میشه، الان بهتون توضیح میدم. زیاد چیز سختی نیست، اصلا نگران نباشید. استایل داخلی ترین و مهمترین و اولین تگ میشه. تگ البته نمیشه، یه چیز دیگه میشه، استایل میشه، کد CSS همون میشه. و اولویت با اینه. خب اولویت دوم با اینه. این داستانی که بهتون چند دقیقه پیش بهتون توضیح دادم چجوریه. دقت کنید استایل رو اینجا می‌نویسیم تو تگ هد. خب اولویت دوم با اینه. من که لینک رو ترجیح میدم لینک کنیم قشنگتره. لینک کرده. داستان لینک چی الان بهتون میگم. لینک آقا وصل میکنه. رولش چیه، ویژگیش چیه. آقا این رول عوض میشه به خاطر اینه که مثلا اینو نوشته استایل شیتس. یعنی چی؟ یعنی آقا توش کد CSS میزنه، رولش اینه، حرف، منبعش کجاست، مکانش کجاست، آدرسش کجاست. آقا استایل دات CSS. خب اونجا بعد چیزی دادن که به همین راحتی مثلا کد توش میزن. لینک هم که الان میریم با داستان لینک. لینک هم که وای خیلی بحث جذابیه. لینک هم داره بهمون یاد میده که آقا چجوری باید ما این کد رو اینجا بزنیم که دچار ارور نشیم، سینتکسش چجوریه.
و بذارید آها. خب اینجا یه چند تا لینک درست کرده. دوباره دقت کن آقا، تو پی گذاشته، با پی رو فراموش نکنید، پاراگراف رو فراموش نکنید. چند بار من تاکید میکنم. آقا تایتل هم ما میتونیم بذاریم. تایتل هم دوباره بهتون گفتم یه متنیه که آقا معلوم میکنه کار دکمه چیه، داستانش چیه دیگه. کلا عرضم به خدمتون کالر دیگه، اینجا میگه رنگ چی باشه، چه جوری عوض کنیم و وقتی آور میکنیم چی بشه. هم خیلی بحث جذاب و جالبیه. آقا A لینک. خب اول چه رنگی باشه؟ چه رنگی باشه آقا؟ وقتی که داره ویزیت میشه، نگاه میشه، مثلا رنگش بشه صورتی. خب میزنیم وارد چیز میشیم، اکتیو که شد نگاه کنید زرد میشه. اکتیو که میشه زرد میشه. اکتیو استفاده شدن. حالا هاور چیه؟ زمانی که آقا این میره روش هاور میشه، لمس میشه. خب هم فقط باید چند بار شما این کدا رو خودتون هم اجرا کنید که بفهمید. من واقعا اولش برام سخت بود که بفهمم آقا اینا چیه، چقدر سخته. وای، از اینجور داستان همه دارن ولی یادش میگیرید. دوباره داره تصویرها رو میگه، یاد گرفتیم تصویرها رو. بعد استایل رو داده، دوباره اومده از استایل استفاده کرده. وید میشد عرضمون، هایت هم میشد طولمون دیگه. آها بذارید یه چیز مهم دیدم. خب آقا الان میبینیم که ما اینجا یه دونه HTML، یه جور لوگو HTML داریم که انقدر باز شده. این داستانش این ویدیو ارزش رو 100 داده. خب بابا نامرد، این چرا این شکلی کردی؟ گن زدی تو عکس. بیا این کار میکنی. ماشاءالله انقدر خوب تایپ میکنیم، از کپی پیست نباید استفاده کنیم. اینش هم ما 100 میدیم که قشنگ شه. راه میکنیم. بله طولش بود. حالا 500 بدیم چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. چرا؟ وقتی که ما درصد میذاریم بین 0 تا 100 دیگه، بیشتر از این نمیشه آقا، مگه اینکه مقدار این درصد رو بذاریم پیکسل. یه چی دیگه میشه. الان دقت کنید. حالا من برای اینکه نشون بدم یک 5500 نگاه کنید، همین راحتی، چیز خاصی نداره. بعد جمع ویدیوهایش رو زده. آقا این 128 رو تو رو قرآن بگید آقا چه مدلیه؟ پیکسل، درصد، چیه؟ خب همونه فقط. وای چقدر صفحه باز. خب بعد دیگه بریم برای درس بعدی. این داستانه خیلی. آقا این چی کار میکنه این تگ ما؟ آقا دوباره گفتیم لینک. نگاه کنید رول داده. آیکون چیه؟ اون عکسی که اینجا میاد. تایپ چی آقا؟ چه چیزی میخوای توش بزنی؟ ایمیج و از نوع آیکونه. و اینجا هم میگه آقا دقیقا داری کجا رو میگی، منبعش کجاست. پیج تایتل داره میگه.
داره میگه آقا موضوعش چیه، تایتلش چیه. بله چقدر سخت طولانی شد. حالا میخوایم اینجا بهمون یاد بده جدول چجوری میزنن. درس آخره، انشاءالله اینا رو توی بخش دوم توضیح میدیم. اینا خیلی مهمن، به خاطر همین تو بخش دوم توضیحش میدیم، همین که شما هم خسته نشید. خب بریم تیبل یاد بگیریم. آقا تیبل چیکار میکنه؟ تیبل به معنی جدوله. حالا بریم داشته باشیم. آقا ما تیبلمون رو میزنیم. آقا ویدشو داده 100، گفتیم که وید به معنی عرضه. نگاه کنید الان من 80 بذارم، 80% ما وید یا عرض ما رو میگیره. تیارم به معنای یک سطر، ستونه، ببخشید معذرت میخوام، به معنای ستونه. و این هم دقیقا میشه اون چیزی که قرار بگیره توی اون سطر. آره دیگه سطر ما. حالا دقت کنید، ما یه کپی میگیریم، کپی داریم. حالا از تیار ای بابا تیار که معلوم شه یه ستون دیگه ما میخوایم ایجاد کنیم. حالا یه بخش تو اون ستون که هر سطحمون سطر میخوایم ما بزنیم. تی دی ای بابا چرا اینجا یادم میره. بله میذاریم مثلا 45، مهم نیست فعلا، قصد ما یادگیریه. و یه تی دی دیگه میزنیم و رانو بزنیم و نگاه، یه دونه دیگه اضافه شد. حالا اگه ما اینو بیاریم اینجا، ران میاد اینجا، همین راحتی و خوشمزگی دیگه. بوردرم آقا به معنی خطه. بوردر یعنی خط. CSS که یاد بگیرید اینا براتون کشکه. حالا گفته چجوری بوردر درست کنید، بریم تا داشته باشیم، بوردر هم یاد بگیریم. آقا بوردر چیکار میکنیم؟ میخوایم بوردر بزنیم. آقا بوردر که بهتون گفتم یه خط بوردر. گفته چی؟ بوردر 1 پیکسل ضخامتشه. مثلا ما این الان 5 بدیم، ضخامتش 5 میشه. سالید هم که به معنای اون استایلشه. استایل اینجوری هم بگیم بد نیست، به معنای اون شکلشه. خب حالا رنگش چی باشه؟ مثلا رنگش رو من رد میدم، با رد حال میکنم. آقا میبینید ضخامت 5 شد و رنگش هم قرمز شد. همین. و دقت کنید ببینید به سه تاشون این داستانو داده که آقا تیبل این رنگ بشه. حالا فکر کنید من فقط میخوام به تی دی بدم اون سطرام. نگاه کنید فقط سطر رو گرفتن، اونا دیگه نگرفتن. خب حالا ما بخوایم به جدول بدیم فقط چی میشه؟ حالا فقط به جدول میدیم. بله دور تا دور فقط گرفت. حالا ما میخوایم یه چیز ساده و زیبا در بیاد. ها کنید خیلی ساده. تی اچ به چه معنی بود؟ تی اچ بگید آقا، تی اچ به چه معنا بود؟ تی اچ آقا موضوع اصلی میشه، یعنی اون چیزی که مثلا ما قراره براش داده وارد کنیم. تی اچ مثلا مثل نام خانوادگی، آقا اسمت چیه، سنت چیه. دقت کنید این اون داستانه. بعد حالا سایز رو میگه که سایز چه جوری باشه. سایز رو گفته اینجا و یه همین دیگه، چیز خاصی نداره. خیلی ممنون که تا اینجا منو دنبال کردید.
حتما در قسمت بعدی که سعی میکنم امشب آپلود کنم اون هم ببینید. تمام زورمون رو میزنیم توی این چنل که شما یه چیزی یاد بگیرید، 4 روز دیگه به دردتون بخوره و سعی کنیم که رو پای خودتون وایسید. یعنی این نباشه که آقا فقط مثلا این ویدیو دیدید و فکر کنید خبریه، مثلا این 4 چیز رو خوندیم فکر کنید خبری، اصلا اینجوری نیست. برنامه نویسی فقط با پررو بودن میتونی برنامه نویسی، باید پررو باشی آقا، اگه پررو نباشی نمیتونی. فعلا بچه ها تا ویدیو بعدی.